سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما با همین گروه های آوانتور آمدیم. شما در همتون در پیشنهاد میکنید همین گروه را. شخصانی میخواهند که به حج فرضی یا اینکه عمره بروند، پس برای شما شرکت آوانتور را توصیه میدهیم. خوبی این شرکت در این است که راهبردان با زبان تاجیکی گپ میزنند. از همین سبب بسیاری تاجیکان سالهاست با همین شرکت حج میکنند. مشتریان را با تمام شرط و شرایط و اینچنین مهمانخانه‌های زمانوی که نزدیکی عبادتگاه است تأمین میکنند. جایهای تاریخی، سیاحت براحت و اینچنین شرط و اصولهای حج را برای شما با زبان تاجیکی میفهمانند. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. این قدر با مخچه نزدیک است. بعد گفت یگان خدمت داری، گفت قرضدارم گفت پیش شما آمدم. میگن سعد ابن ابی وقاص فیراد که طلحه او که همون زمینی که من داشتم با مقصد سودا کردن 90,000 دیرم من تدا نقش کردم. خاک او وقت احتیاج نداشتم، از احتیاج دارم میخریش. میگن سعد آور در خالتا پولا در پیشی طلحه ما. خب زمین مرده که سعد گرفته همون خالتا را با همون 90,000 دیرم در پیش میدونم قرضدار من میگن. اکی این چیزا حاضر تولی نمیگیره. برای شفا و طبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند. سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملحمی پیگمنتا برای بیماری های پسریاز و سفید شوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و طبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان عملی می شود. تلفن برای تماس جمع 7 929 688 49 49. طلب مغفرت میکرده. ببین از الله مهربان در حق همین سه کس همیشه دعاگو بوده که خدایا همین نفرها مقصد در جامعه بسیار شخصیت های گوییم لازمه و در کاری هم. یکی عالم که به همه معلوم است که اما چقدر تاثیر عالم در خودش هم باشد. یکی با هم همین در مردم اخلاص کم زیاد چیدن هم از علما وابستگی دارد. از علما هم وابستگی دارد. وقتی حضرت ابی دردا میگه خودش که صحابه جلیل القدر بود، گفت از پروردگارم بسیار میترسم. این اخشا من ربی، از خداوندم بسیار میترسم. از چی جهت؟ میترسم که روز قیامت نزد تمام مردم از من پرسه که هل عملت فیما علمت. همین سوال در من بسیار بود در اندیشه رفتم. آیا عمل کردی به همون علمی که ما ترا دادیم؟ از همین سوال در روز قیامت بسیار خواطر. اگر تصور کنید که این صحابی بود، انشاءالله اونها اگر خدمت ها و سهمه هاشون همش رسیدگی هست. وقتی اونها بازم این قمه ترسن، این روزی کم بوده که در اهل علم هست، این لغزش هایی که در اهل علم هست، این کینه هایی که در اهل علم هست، این بغض هایی که در اهل که مثال علم هست، این نشستن ها و مثال غیبت ها و هر چیزی که باشه، یکی از باز مردم هم ویم از همین میل ای محبت هم البته این دور کردن میشه. واخه اینجا هم حتی بین در قرآن خداوند سوره نمل داریم مرچه آیت 15 است. والله میگه ولقد اتینا داوود و سلیمان علما و قالا
الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. خدا میگه وقتی من داوود با همراه سلیمان علم دادم بعد همین علم گرفتن میگه بعد گفتن خداوند ما تو حمد میگیم، ما تو ستایش میکنیم که ما از همه مؤمن ها با علم برتر کردیم. اینجا در شرف علم این نه با داراگی، نه مثال با جسه هامون، نه مثال با معروفیتی که داشتیم، بلکه با علم ما را از دیگران برتر ساختیم. برای همین است که مثال در قرآن آیات‌های زیاد داریم و در عبارت که شرف علم یا عزت علم یا عزت عالم بسیار بلنده. خیلی حتی حدیث ها خواندم، همین جناب غزالی میره در کتاب مکاشفت القلوبش میگه یوزن یوم القیامه مداد العلماء بدم الشهدا. روز قیامت میگه خداوند خون شهیده در یک پره ترازو میمانه و در یک پرش رنگی که عالم در دنیا نویسانده خون شهید برابر یک رنگی روچکه عالمه. تصور کنید که چقدر مثال مرتبه و مقام عالم که خون شهید برابر یک رنگی روچکه شد، یک رنگی نام قلمی که در دنیا صرف کرد. خود همین غزالی با در کتابش میگه لموت قبیله ایسرو عند الله من الموت العالی. اگر میگن یک مقصد محله اگر 100 یا 200 مثال خواجگی داشته باشه، همه اینه اگر از بین روه این آسان تر است از وی که یک عالی میدونی میگذاره. برای همین خدا رحمت کند جنونی را میگفت با زینهاری با 100 زینهار زبان از رنجشی مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد زی آزار دل مرد خدا شد که 100 بار این جهان از آه دل سوخت ولیکن به ادب عبرت نآمد. شناس ای کوردیل آتش نفس را، بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، زی به اخلاصی آدم شد زی سگ کم. یا افلاطون میگفت، شیخ سعدی میراش گفت افلاطون دانا وقتی مردن حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. یعنی البته یکی از نفرهایی که آسمان زمین ببینید شب روز ملائکه ها طلب مغفرت میکنن، میگه این عالم ها هستن، اینا عالم ها هستن. برای بسیار بگیم حقیقتا زحمت هاشون زیاده، مهنت هاشون بسیاره، دعوت دارن، تشویقات ها دارن تا مردم مثال از دینشون، از میلشون، از محبتشون، از پیرویشون مقصد کندنشون و بسر عالم هم بسیار مسئولیت وزنینه. پیامبرم گفت است که اگر هر یکی از نفرهایی که دعوای علم دارن از اونا سؤال شود ولی اینها در عوض سؤال جواب نگردانند، الجم یوم القیامه بلجام من نار، در دهن شمار عالم ها خداوند روز قیامت خیلی لجام دهن اسب زدگیان خداوند دهن در لجام میزنه. خدا میگه که لجام خدا ای علاوه ای آتش ای که کارش هم کاری مشکله. حیاتی با علم هم سیاه وزنینه، مسئولیتش وزنین تر. برای همین خدای مهربان میگفت که در قرآن هم که یعنی انسان هایی که اگر وقتی که میدانن و نمیگوین اینها را کبور مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اینها را عذابشون از عذاب دیگران فرق میکنه، شکنجه اینها از شکنجه دیگران فرق میکنه. بسیار اینها را مقصد حالشون وزنین تر است.
همین وقتی که اگر توانه و کوشش کنه و در همین راه ایستادگی کنه و آن چیزی که از خدمت‌هایی که بزیمش انجام تیه، این تمامی مخلوق خدا در حقش طلب مغفرت میکنه. حتی الحیتان فی البحر، حتی النملة فی جحرها. خدا میگه اگر حقیقتا تو در راه درست برای، حقیقتا از علمت مردم منتفع شوند، فایده برن، ماهی ها را امر میکنن در حق طلب مغفرت میکنن، مورچه ها در سوراخاشون در حق دعا میکنن. لیکن نباشه اگر تقصیر ها عکسش دیگر همش بالای تو دعای بد میکنن. یکم گفت انا همین است مقصد که انا در حقشون طلب مغفرت میشه. دویم چیزی که گفت این طالب علم هست، کسانی که بود در طلب علم هست، اگر به منزلت مقام عالم هم نرسته باشند لیکن در طلب همو هم دنبال علم میگردن، علم جستجو دارن، علم تعلیم گرفتیستن. سیوم از خیا بوده است آدمانی که در دنیا سخی هست. اینها هم همه سخی نیست برادران، همه سخی نیست. ولی بسیاری آدما را بگویی که فلانی آفرین خیر کرد، خیر پولی محشر داره. آخی پولی محشر دار کمه، پولی محشر دار پره. چی با مقصد نامی اونها به سخی مشهور نیست؟ چی با این گپ برادر عزیز بسیار یک گپی انتری ابلهانه که نسبت به تی که این پولی محشر داره، پولی محشر دار پره تقصیر ها. لیکن این سخاوت، این هم یک جوان مردی هست. این دم اکا از روی اون چیزی که خواندم و دیدم خیلی ایمان کامل در کاره، خیلی اندیشه های دور در کار که انسان از مبلغاش صرف کنه و تا میدونه این آدم خیلی زیرک بوده که عزیزای خدا میگم به دنیا توانی عقبا خری. شیخ سعدی میگه به دنیا توانی عقبا خری، بخر جانی عزیز ورنه حسرت خوری. همینجا ایستاده آخرت هم میخری. بخر بچه میگه که افسوس میخری، بخر که بسیار پشیمان میشه.